سلام دوستان، من عدنانم. اینجا عد آموزشه. امروز اومدم با این آموزش دیگه VPN برای مرورگر کروم. یه VPN پرسرعت پیدا کردم واسه این گوگل کروم. وارد مرورگرتون که شدید قسمت سرچ میزنی VPN، سرچش کردید. اینجا میگه VPN رایگان برای پراکسی VPN. اینجا میاره، من برداشت میکنم. خب وقتی که بیاد داخل اینجا میگه افزودن به کروم. راحت افزودن رو میزنید. اینجا میگه add extension، چی؟ من انگلیسیم خوب نیست. همین رو میزنید. خیلی راحت اینجا در این قسمت واسهتون میاره دیر. لحظه صبر میکنیم. خب بچه آوردش، نگاه کنید، فقط سرعتشو نگاه کنید. اینجا میاریمش. کانتین استارت، من رو فرانس میذارم، شما نمیدونم دیگه روی کدوم میذاریدش. وصل شد، خیلی سریع وصل میشه. ما یوتیوب رو سرچ میکنیم. یوتیوب نگاه کن. همونطور که دیدی سرعتش خیلی فوق العاده است. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک و ساب یادتون نره. خیلی ممنون میشم. خدا نگهدار تا یه آموزش دیگه.